سلام. سلام خانومم. خوبی؟ متشکرم. دوست قدیمی. زنده باشین. نماز روزهاتون قبول. خیلی تو فکر بودی. دیگه به چی فکر می‌کردی؟ روزگار به دنیا که خیلی بی وفاست. شما خوبی؟ من خوبم مرسی. بی قربان. خوش آمدی. ممنون. روزا چطور میگذره؟ خوب و بد. یه روز خوبه یه روز بده. میگذره بالاخره. عمرمون تموم میشه. زنده باشی. تو این شبا بیشتر از همه به چی فکر کردین؟ برای چی دعا کردین؟ فکر زیادی نکردم. دعا کردم چرا باید اینجوری بشه، چرا اصلا ما باید اینجا باشیم. آخرین افطاری که خونه بودی یادته؟ من خونه 5 سال پیش بوده. 5 ساله که اینجا. دوست داشتی الان خونه بودی؟ بله. چی از خونه بدش میاد؟ اینجا یه زندانه برامون. این زندان سربازه. از زندان میرید توی کالیدور دربسته است، بعد اجازه بگیری بیای بیرون. اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیاط، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیاط. اینجا یه زندانه. اینجا زندان سربازه. ای قرار باشه به بچه‌ها یه چیزی بگی، چی دوست داری بگی؟ یا به هر بچه، یعنی هر بچه‌ای که این پدر و مادری داره که الان شاید احساس کنه نگهداریش برایش سخت شده. من که میگم بچه‌هام خیلی بی‌وفان. 2 تا پسر دارم، بدون مادر بزرگ کردم. 8 ساله 10 ساله بودن. با خانمم متارکه کردم، ازدواج نکردم، اینا رو بزرگ کردم. زن براشون گرفتم، عروسی خوب، خیلی خوب. 8-9 تا خواننده آوردم براشون خوندم. 5 سال من اینجا یکشون نیومده بگه حالت چطوره. این مال پسرای خودم که کاش که یه دختر داشتم میدونستم گریه کن پدر مادره. دختر پسر به درد نمیخوره. البته بعضیاشون الان اینقدر کسا داریم اینجا، پسرها آوردن مادرشون رو گشتن اینجا، پدرشون رو گشتن اینجا، ثروتشو بالا کشیدن، بردن محضر بالا کشیدن، گذاشتنشون اینجا رفتن. ولی من پسرها ازشون راضی نیستم. نمیان. یه نوه الان 50 روزه 2 ماه خدا یه نوه من داده، دلم براش یه ذره شده. پیغام دادم بیاریم من ببینم، یه پسر کوچیکم نیومد. راضی نیستم ازشون. با بدبختی هم بزرگشون کردم. بهترین عروسی براشون گرفتم. دلمون چجوری خوش باشه. دختر خوبم.